آقای ترش، شما در تاریخ 10/11 به نمایندگی سایپا چینیکا مراجعه داشتین، درسته؟ خواهش میکنم. آیا در این مراجعه تمامی مشکلات خودروی شما برطرف شد؟ نه هنوز. شما برای سرویس اولیه مگه نیومده بودید؟ آره پسرم رفت، من نمیدونم. آره برای سرویس اولیه بوده. آره. خب همه چی خوب بوده؟ نمیدونم والله، خبر ندارم حقیقتش. چرا پس ماشین دست کیه؟ پسرم بردش اینجا. آها خب باشه، اشکال نداره آقای توری، خیلی ممنون از اینکه تماس ما رو برگردوندین. همین. آره دیگه، میخواستم ببینم، خب ما میخوایم در مورد خودروی شما سوال کنیم. پراید میگه سوال کردن داره. نه ببینیم خدماتی. خیلی شاکر کردید، آفرین. با پرایداتون. برای پراید فعال میکنم. بگو. الو. بله بفرمایید آقای توری. بله. میخواستم ببینم آقای توری دلش خبر کردید فعال میکنید. پراید درست. بابا یه مملکت تو فیلم و ما هم وارد فیلم شدیم، پراید خریدیم. آقای توری بله. خدماتی که ارائه شده راضی بودیم یا نه؟ بابا یه خبر کردید، خدمات بکردم. باشه اشکال نداره، پس مشخصی کاملا کرد. خدا بابا برای پسرم خریدم. نگهداری. خدا